خانم جای من نگه میداری، من الان برمیگردم. بفرمایین کاری داشتی؟ ببخشید ماشین شماست؟ بله. مشکلیه؟ نه خانم من خودم لنگه اینو داشتم، یه لحظه تشابه بود اشتباه کردم. ببخشید. نمیخوایم بگین همینه که؟ نه این حرفا چی؟ مدلش چنده؟ 99. برای من 96 بود. پس نمیشه لنگه این. کلی تفاوت قیمت دارم با هم. خیلی خوب حق شماست. ببخشید. ببخشید خانم، من احساس کردم که شما ناراحت شدید. کارتون قشنگ نبود. واقعیت من همه زندگیمو فروختم برای مهاجرت. یه لحظه ماشین شما رو دیدم یاد ماشین خودم افتادم، خب مجبور شدم بفروشمش. من بازم معذرت میخوام ازتون. شما مگه ویزاتون اومده؟ نه خب منم مثل شما تو صفم برای ادامه کارم. پس چرا همه چی رو فروختین؟ هنوز هیچی مشخص نیست. من هر طوری شده باید برم. چه جاله؟ چطور؟ آخه منم هر طور شده باید برم. امیدوارم برات. ببخشید بزن. خواهش چرا انقدر دیر در باز میکنن اینا؟ دیگه ساعت داره 9 میشه، چیزی نمونده. تازه ساعت 9 میان اسم مینویسن، بعد از روی شماره اعلام میکنن بریم داخل. شما قبلا هم اومدی؟ آره. خدا کنه این دفعه دیگه ریجکت هم نکنن. زیاد ریجکت میکنن؟ آره بابا، خیلی باید شرایط اوکی باشه تا قبولت کنن و بهت ویزا بدن. البته شما مگه مدارکی تو تکمیل نیست؟ بله من خانواده‌ام هم اونجان، دعوتنامه هم دارم. خیلی خوب دیگه بعید میدونم مشکلی داشته باشه، درسته خانم؟ ماشاءالله شما که مشکلی نداری. بعید میدونم شما رو ریجکتتون کنن. جدی؟ آره بابا، من اگه شرایط شما رو داشتم همین الان میرفتم ساکمو میبستم. خدا رو شکر. خانم‌ها و آقایان محترم توجه کنید، در سفارت 1 ساعت دیگه باز میشه. الان باز نمیشه به دلیل اینکه کار دارن، الان نمیتونیم شما رو بفرستیم داخل. شما میتونید تشریف ببرید، 1 ساعت دیگه تشریف بیارید، شماره‌هاتون رو همراه با شماره پاسپورتتون اعلام کنید، اسم نویسی انجام میشه. وقتی انجام شد به نوبت بکنید داخل. من از همتون عذر میخوام، پوزش می‌کنم، لطفاً اینجا رو ترک کنید. خیلی متشکرم. جایی نداریم بریم که جان اگه هر نیم ساعت یه ساعت مخلافیم مگه. خانم ببخشید من اشتباه کردم دیگه روی خانم. فکر میکردم اینجا قدر آدمو میدونه. چه میدونستم توی چشم هم زدن همه چی دود میشه میره. شاید باورتون نشه من قبلا حتی سیگارم نمیکشیدم. الان دارم سیگار با سیگار روشن میکنم. اون دو تبله هم فکر میکنن که من کلاشونو برداشتم. اینجا دیگه جای موندن نیست روی خود. میفهمم سخته. چقدر پدرم میگفت شایان اینجا نمون، با این تخصصی که داری رو دست میبرند. ولی یه اسم میهم پرستی الکی باعث شد که اینجا بمونم. شما چرا موندی؟ منم مشکلات خودمو داشتم. فکر میکردم اینجا موفق ترم. یه مشکل شخصی هم داشتم. یه اسمی تو شناسنامه‌ام بود که باید رضایت میداد. همسرتون؟ گفتم که فقط یه اسم بود نه بیشتر. پس تصمیم گرفتی که بری؟ آره دیگه، الان غربت برای من اینجاست. واقعا هیچ کس رو ندارم اینجا آقا شایان.
همه اون طرفم. منتظرم ویزام جور شه و زودتر برم. همه چیزم گذاشتم برای فروش. بابا میگه هیچی رو نگه ندار. آقا در باز شده، دارن از روی شماره صدا میکنن. مثل اینکه اومده. بریم بفهم. دست شما درد نکنه. شما نبودین اصلا نمیدونستم باید چی کار کنم. نه بابا خواهش میکنم، من که کاری نکردم. دنبال کار خودم بودم، پرونده شما رو انجام دادم. واقعا ممنونم، لطف کردید. حالا کی باید بیام؟ گفتن دوشنبه. شما هم میای؟ آره خب دیگه حتما باید بیام. چه خوب میبینمتون پس. خدا نگهدار. من بشینم پشت فرمون؟ بفرمایید. شما واسه ورزش شاگرد قبول میکنی؟ من شاگرد بدی نیستم و برو آقا مزاحم نشو. مزاحم چیه بابا؟ وای شایان تویی؟ خدا نکشدت.
نبودی واقعا نمیدونستم باید چیکار کنم. چه حرفی؟ کاری نکردم من خیلی تنهام شایان. واقعا اینجا هیچ کس رو ندارم. منم تنها. تو هم جای خیلی چیزایی نداشته رو برام پر کردی. جدی میگم. به همین میگن قسمت دیگه. آره. به قول مادر بزرگی هم میگه پیشونی کجا منو میشونی. روز خیلی خوبی بود. میخوام برم قدم بزنم از اول دوستیمونو مرور کنم تا هر فردا هم میای؟ بیام. سلام. خیلی خوش اومدید. بفرمایید بشین. متشکرم. این منو خدمت شما. سفارشتون رو انتخاب کنین، بعد بهم خبر بدین که بیام ازتون سفارش بگیرم. بله حتما. ممنون از شما. رویا جان میشه یک کار؟ نه نمیشه. شرطمون این بود که امروز مهمون من باشی. آره ولی خب اینطوری که نمیشه واقعا. همیشه تو حساب کردی. خب منم دوست دارم دعوتت کنم دیگه. باشه. یکی طلب تا؟ باشه طلب. حالا چی میخوری؟ چی میخورم؟ حالا که اینطوری شد گرونترین غذای منه. امیدوارم دوست داشته باشی. حتما. آقا متشکرم. خیلی ممنون. سلام بابا. آره خواب بودم. دیشب دیر خوابیدم. شما خوبی؟ آره دیروز تماس گرفتم با سفارت. میگن کارا انجام شده، فقط باید منتظر نتیجه بمونم. حالا شما اونجا یه اقدامی بکن من به مشکل بر نخورم. باشه. منم دلم تنگه براتون. بنگاهیه واسه خونه و ویلا. باشه میرم پیشش. باشه. چشم خداحافظ.
اینم یه صبحونه مفصل. چه خبره؟ مگه ما چند نفریم؟ 2 نفریم. از قدیم گفتن صبحونه رو تنها میخوری، نهار رو با رفیقت، شام هم میری دشمنت. بخور از دهن نیافته. تو که ماشاءالله صبح و ظهر و شب تو کامل میخوری. بده؟ چیش بده؟ از سفارت چه خبر؟ فعلا که خبری نشده. امروز فردا دیگه باید خبرش بیاد. انشالله. ببینم نکنه به تو خبر دادن. نه واقعا من هیچ خبری ندارم. من منتظرم این شما. این استرست منو کشته. استرس دارم خب ولی خب نمیتونم از گشنگی بمیرم که. نداشتیم این وقت صبح. الو سلام، ببخشید شما؟ خوبی شما؟ من شمارتون نداشتم ببخشید. اتفاقا امروز قرار بود خدمتتون برسم. بله با شما هم تماس گرفتم. نمیدونم والا کنترل از راه دور میکنن ایشون. بله حتما خدمت میرسم. بله حتما خدمت میرسم. خدا نگهدار. کی بود؟ بنگاهی. خب باید برم پیشش. آره حتما این کارو بکن. صبحونتو بخور سریع برو که انشالله کاری درست. برو چیه بریم؟ رویا به خدا من امروز خیلی گرفتارم، وقت نمیکنم. خودت میدونی اگه گرفتار نبودم باید میومدم دیگه. این پتومتی که میشناسی. ولکن هم نیستن تا این ماجرا تموم نشه. چی بگم؟ رویا جان ممنونم، خیلی زحمت کشیدی. مراقب خودت باش. خداحافظ. میبینم دوباره. سلام. سلام. چطوری؟ چه خبر؟ خوبم، تو خوبی؟ قربونت. خیلی مخلصم. اینجا رو از کجا پیدا کردی؟ مگه گم شده بود؟ چی شد؟ چی؟ دادگاه. آها هیچی. امروز که جلسه بازجویی بود، حالا ببینیم وقت دادگاه رو کی تعیین میکنن دیگه. تو چی کار کردی؟ یه مشتری پیدا شده. خب هم خونه رو میخواد هم ویلا. خوبه که. قیمتش خیلی پایینه شایان. لابد دیدن شما عجله داری، میخوام بزنن سر ما. من باشم نمیفروشم. آقا ممنون. متشکرم. بابای منو نمیشناسی. اصلا براش مهم نیست. دوست داره زودتر بفروشه خیالش راحت شه. نمیدونم چی بگم. خب به هر حال مالشه دیگه، اختیارشو داره. شایان میخوایی میرم مشکلیه. شایان اینا کیان؟
اینا که تعریف نکردی. این آقا زندگی جفت ما رو نابود کرده. آقا شما که رفتید شکایت کردید دیگه این دیوونه بازی‌ها چیه؟ آخه مردی که تو که مرد قانون و رو راستی نیستی که. مگه نگفتی ماشین نیست زیر پات؟ این چیه؟ ماشین من نیست، ماشین این خانومه. آها این ماشین مال تو، این ماشین دو ماه زیر پای توئه. به خدا حیف که من دنبال دردسر نیستم، وگرنه زنگ می‌زدم پلیس همین الان بیاد صورت جلسه بکنین دیوونه بازی‌ها رو واسه دادگاه. اون وقت حساب کار دستتون میومد. برید آقا. برو آقا بشین رویا جون. حالا جمع کن. خدا. همینمه. حالا دارم برات. حالا می‌بینی. میتونم یا نمیتونم؟ چه فرمی تو واسه داری؟ الو سلام. خوبی شایان؟ ببین خیلی خوشحالم بالاخره ویزام اومد. تو چی کار کردی؟ راست میگی؟ چرا؟ خب دوباره درخواست بده. ببین نگران نباش بالاخره یه راهی پیدا میشه. میخوام ببینمت. به چی فکر میکنی؟ تو مشکلت حل رویا. ویزات خورده تو پاست. اونی که گیره منم. اونی که نمیدونه چیکار کنه منم. اصلا فکر کن از اول منو ندیدی و نشناختی. خودتو درگیر من نکن. ما باید با هم ازدواج کنیم. چی؟ ببین شایان من از صبح تا حالا خیلی فکر کردم. ما با هم ازدواج میکنیم اما موقت. من میرم کارهای اقامتم رو درست میکنم. بعد به صورت غیابی ازدواج میکنیم و رسمی ثبتش میکنیم. اون موقع دیگه همسر قانونی منی و تحت حمایت دولت خیلی زود میتونی بیای پیشم. همه سوالاشم از یه وکیل آلمانی پرسیدم. دیگه ناراحتی نداره شایان. نمیتونم بهت اجازه ورود ندم. حالا هم اخماتو باز کن و قهوه‌تو بخور. شناسنامه آقا داماد. خدمت شما. این چیه؟ من شناسنامه رو اقدام کردم، فعلا این برگه رو بهم بده. کاش ثبت می‌کردی شناسنامه‌تون آماده میشه. در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست. آخه اینجوری که دیگه آخه نیارین تو کار حاج آقا. باشه. من صیغه جاری میکنم ولی برای ثبتش حتما باید شناسنامه آقا داماد باشه ها. بله حتما. شما امروز اگه یه برگه به ما بدید که ما ادامه کارمون رو انجام بدیم برای ثبت حتما خدمتتون میارم. انشالله به سلامتی. بفرمایید اتاق آماده بشید تا من خدمتتون برسم. البته مراسم رسمی خارج از ایران برگزار میشه. پس شاهداتون کجا؟ شاهد نداریم حاج آقا، دست خودتون رو میبوسه. ای بابا. الو. سلام. حق داری.
رسومات شاهد ندارن. آره منتظرم. زنده باشید. زود خودتو برسون. بفرمایید. خیلی متشکرم. سلام. وقت بخیر جناب. جانم بفرمایید. یه مقدار پول میخواستم برام چنج کنیم به یورو. یورو میخواین؟ بنویسید لطفاً چی نیاز دارید؟ ببین شایان وایسا کارت دارم نامرد. چیه؟ فکر نکنی همه چی همینجا تموم شده. قاضی گفت میتونیم به رأی اعتراض بدیم. خب برید اعتراض بدید. فعلا همون دادگاهی که شکایت کردید حکم کرده که من بیگناهم. دیگه حرفیه؟ آره حرفیه. قاضی که معصوم نیست، اشتباه کرده. خودم از قلقومت حقمو میکشم بیرون. به جای این حرفا برید اون کمالی کلاهبردار رو پیدا کنید. ببین شایان اگه این دادگاه هم نتونه حق منو بگیره خودم بیچاره چه غلطی میخوای بکنی؟ میکشمت. عین سگ میکشمت. میکشتت. اینا کیان تو باهاشون رفاقت میکردی شایان؟ آدمای بدی نیستن، اینا فقط دستشون به من میرسه. آدم بدی نیست؟ گفت میکشتت. حالا که نکشته تو هم اینقدر خودتو نگران نکن. اینو عرضه این کارا رو نداره. یعنی چی شایان؟ میگم طرف میگه باقی پولو تو محضر نقد میده هفته دیگه، تو میگه اشکال نداره؟ میشه بگی پول نقد چطوری با خودم ببرم اونور؟ عزیزم نمیشه ارز خارج کرد از کشور، نگو که نمیدونی. یعنی تو مطمئنی یه راهی داری براش؟ شایان اگه این پولو نبرم میدونی چی میشه؟ باش هرچی فعلا خدا. خب چی خب؟ میشنوم. پشت تلفن گفتی مشکل خروج پولو حل میکنی. حالا میخوام ببینم چیکار میخوای بکنی. من الان هم دارم تو فکر کردی سخته پول نقد از این کشور بردن بیرون؟ خیلی ساده است. چرا اینقدر نگرانی؟ خب چه راه حلی داری براش؟ ببین من کلی دوست و رفیق آشنا دارم. بعدش هم مگه تو همین فردا میخوای پرواز کنی؟ یه جوری گفتی همه چی حل، نگران نباش دیگه، خیالم راحت بود واقعا. من همین الانم دارم بهت میگم حل، نگران نباش. تموم. چرا انقدر تو راحت میتونی منو آروم کنی شایان؟ تو میشناسمت، بلدتم. تو فقط بی خود همه چی رو گنده میکنی، نگرانی. به خدا رویا زندگی اینقدر ساده است که فکرشو بکنی. خیلی نمیدونم. خیلی خوش اومدید. لطف کردید آقا، شما خوش اومدید. این رویا خانم میدونه جیگرکیه،
همون روز یه دونه است فقط. راستی رویا خانم، بعد اینکه باباتون رفته سایتون سنگین شده. به خدا همون نوروز خیلی سرم شلوغه. از وقتی بابا رفته همه کارای اینجا سپرده به من. بابات از همون اولم عادتش بود که کاراشو بندازه رو دوش این و اون. بی‌معرفت یه خبری از ما نمیگیره. تو اگه بهش زنگ زدی بگو نوروز گفت خیلی بی‌معرفتی رفیق فابریک، جیرکی فانوس رو یادت رفت؟ کش میگم حتما باهاتون تماس بگیره. نمیخوام. اون وقتی ایران بود زنگ زدن بلد نبود. حالا که رفته اونور خب معلومه از اینه تلفنش بالا میاد. شما هم حواست به این پدر خانومت باشه. خیلی آدم خسیس و پول دوستی نامرد. خوش باشید. اگه کم و کسی دارید بگید بچه ها براتون میارن. مرسی. برو جیگر داری فکر کنم داره. آقا دیگه خیالم راحت باشه. بارو صحیح و سالم اونور تحویل میدین. خیالتون که راحت خانم دکتر، ولی بارتون خیلی زیاد. اولا من خانم دکتر نیستم. ثانیاً بیشترشو خورد رد کردم رفته. ماشاءالله خدا برکت بده. خدا زیادش کنه. راستی خانم دکتر حساب کتابم با پدرتونه دیگه. نه خودم با شرکتتون حساب میکنم. ممنونم. خدا خواهش نگهدار. میکنم. خداحافظ. دلت براش تنگ میشه؟ فکر نمی کردم بشه، اما هنوز نرفته دلتنگش شدم. فراموش میکنی. خاصیت آدمیزاد همینه. فردا که بری همه چیز این شهر برات تموم میشه. این خاصیت همه شهر راست. همیشه پوسته بیرونیش قشنگتر از لایه درونیشه. به نظرت الان که ما اینجاییم چه اتفاقاتی داره توی شهر میفته؟ ساعت چند باید ماشین رو ببری تحویل بدی؟ 5. خب بودو دیره، خیلی دیره الان. بودو قبل رفتنت بتونی به چرخی تو شهر بزنی. بیا رویا، بودو بیا.
حالا تو خودتو کنترل کن رویا جان، درست میشه این مسئله. میفهمی چی میگی شایان؟ چیکار کنم؟ کلی اصرار کردم، به خودم اصلا نمیخواستم نشون بدم. حرف حسابشون چیه؟ هیچی بابا، این یارو کلاهبرداره پیدا شده، اینا فهمیدن در مورد من اشتباه کردن، اومدن مثلا عذرخواهی کن. خب عذرخواهیشونو کردن، برن دیگه. فقط این نیست، گیر دادن که مجدد شرکت رو بنداز. من هرچی دارم بهشون میگم آقا من فردا مسافرم، کار دارم، زندگی دارم، حالیشون نیست که. چیکار کنم؟ اینا دارن از اخلاق خوب تو سوء استفاده میکنن شایان. اون مردی که تو چشمات نگاه کرد بهت گفت میکشتت. من نمیفهمم چه جوری بهشون اعتماد کردی، باز راشون دادی خونت. آقا این همه مدارکی که از شرکت دست من مونده چکش. بس که مرغ شما یه پا داره آقا شاید. من واقعا حوصله هیچ حرفی رو ندارم، جدی میگم. شما انگار همه چیز یادتون رفته. همین چند روز پیش بود دم دادگاه بهش گفتی میکشمت. بابا ما که 100 دفعه گفتیم اشتباه کردیم، چقدر کینه‌ای روی خانم. از کجا معلوم دوباره اشتباه نکنی؟ ببینین رویا خانم، من در مورد نگرانی شما کاملا بهتون حق میدم، ولی باور کنید جریان یه جوری چیده شده بود که مثلا فکر نمی‌کردیم دست آقا شایان با اون دوستمون توی کاسه نباشه. شما ببخشید. آدم عاقل از یه سوراخ دوبار گزیده نمیشه. ببین شایان جون، ما امشب اومدیم اینجا معذرت خواهی بکنیم، بگیم که اشتباه کردیم. میتونستیم نیاریم، میتونستیم برای خودمون نیاریم که این چند ماه زندگی تو عین جهنم کردیم واسه. ولی اینقدر جهنمشو داشتیم، جربوزه‌شو داشتیم، بلند شدیم اومدیم گفتیم آقا ببخشید. حالا میگی جناب علی اوستار و اختیار دست این خانومه که میگی زنمه. شلوغش نکن مسعود جان. حالا بعدم در موردش صحبت می‌کنیم. بگو داستان دیگه. من خیلی گشنمه. بریم ریسی بگیریم برای شما. 4 تایمون بزنیم ببدن. ها؟ پایی؟ باشه بریم. بریم ریسی بگیریم بیایم. اینا قرار شد بمونن؟ چی بگم روی، واقعا نمیدونم. دیگه واقعا داری شورشو در میاری شایان. روی حساب کنی لحظه. خیلی بیشعوری شایان. این هم شب آخر. خودت داری میگی شب آخر، اون وقت بخاطر این دوتا دیوونه میخوای خرابش کنی؟ آره؟ من میخوام خرابش کنم یا تو خرابش کردی؟ من چیکار باید بکنم؟ چجوری باید بهشون بفهمونم که برن؟ بر من یه آژانس خبر کن، میخوام برم هتل. 10-12 ساعت ارزش هتل داره؟ آره؟ بمون عزیزم، خواهش میکنم. میدونی اگه بری من چقدر حالم بد میشه؟ من وقت اینجام حالم بده. اونا که اینجان حالم بده. من فردا مسافرم، بفهم شایان. رویا خواهش میکنم یکم هوامو داشته باش. بابا من دارم برای اینا ناز میکنم. من بود برگردم شرکت رو میندازم. نمیخوام فردا بگن شایان ترسی جا زد. میخوام فردا که اومدم پیشت همه چی درست شده باشه. در نبودم خون گریه کنم. میگم بابی خوب شد رفتیم شام خودمون رو خریدیم آوردیم ها. میگه نه گشتگی ما رو میکشت. شام بده نیست که. ولی ویدیوی قشنگی داری ها. به شما تا اینجا نیامده بودی؟ نه. کجا میرسه؟ دیر وقت میرم بخوابم. خیلی خوب، برو منم میرم.
شایان خوبی؟ شایان چی شده؟ شایان 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 چی شده؟ چی شده؟ شایان مرده. های شایان تو رو خدا بلند شو شایان چرا تنام گذاشتی شایان تو رو خدا فشارت افتاده. بگیرش. چیکار میکنی بابی؟ اصلا به هم ریختی ها. رویا خانم حالتون خوبه؟ رویا خانم
رویا خانم. چطور وضعیت دکتری؟ تو مطمئنی که؟ آره مطمئنم. بابا چی کار میکنی بابت؟ روانیمون کردی به خدا. دنبال چی میگردی؟ تلفن منو نمیدونی کجاست؟ تلفن واسه چی؟ زنگ بزنم اورژانس دیگه. مگه نمیدونی حالش بده؟ بیان درمونش کنن دیگه. وای اورژانس واسه چی بابت؟ چند بار میگم اون آشغال لعنتی رو نکش. بابا شایان مرده. اورژانس انقدر نگو مرده. انقدر نگو مرده. خب زنگ زنم به اداره پلیس. چیه دوباره چت کردی داره تو این مفبلا دنبال گوشیت میگردی؟ بیا با گوشی من زنگ بزن. بیا. فقط یه چیزی این من خود الان حواسم جمع نیست. اداره پلیس 110. کسی حق نداره به پلیس زنگ بزنه. به زهر مارد خفه میشی بابا که نه؟ من به تو چی کار دارم؟ تو هم با من هیچ کاری نداشته باش. اگه تو انقدر ور نزنی من با تو کاری ندارم. ببین منصور تو خیلی نامردی. منصور تو خیلی نامردی. تو شایان رو کشتی. زر نزن بابی، زر نزن. برای چی من شایان رو بکشم؟ چون بهش گفتی مثل سگ میکشمت. گفتی تو کشتیش. اصلا تو واسه چی اصرار کردی ما بیاییم اینجا ها؟ که شایان رو بکشی. چرا نمیخوای پلیس بیاد؟ پلیس بیاد تو رو دستگیرت میکنه. من نمیخوام پلیس بیاد دستت؟ آخه دیوانه، من که اول همه گوشی رو دادم دستت که زنگ بزنی که تو دو دستی تو دست و پا چلفتی گوشی رو دست این دختره روانی. حالا من این وسط بدهکار شدم؟ من که از خودم پلیس بیاد اینجا بیا تکلیف همم رو روشن کنه. ای بابا خانمون جنازه بو میگیره ها. دیدی قاتله. ببین من تو رو مثل سگ میکشه. خب چیکار کنیم؟ تلفن تو بده. چرا؟ بده زنگ بزنم دستگیرش کنن دیگه. بده. پلیس نه. بده من الان زنگ میزنم به پلیس بیاد اینجا این مسخره بازی تمامش کنه. تمام. بده خودم زنگ میزنم. فقط سریع. منصور راست میگه. من فهمیدم این قاتله. تو می‌خواستی قتل رو بندازی گردن این نشد. تو واسه چی نمی‌خواستی پلیس بیاد؟ پلیس بیاد دستگیرت میکنه نه؟ من همه چی رو فهمیدم. چی؟ بابا من 8 صبح پرواز دارم. پلیس بیاد فکر می‌کنی به همین راحتی دست از سر هممون برمی‌داره؟ ساعت 8 صبح پرواز فرانکفورت میپره. سفر من عقب میفته، ویزام باطل میشه. چقدر بدبختی کشیدم براش. ببینم الان سفر و پرواز تو مهمتره یا جنازه اون بدبخت شایان که اون بالاست ها؟ کدومش مهمتره؟ پیش خودت نشستی فکر کردی سناریو چیدی که میزنی این بدبخت رو میکشی و صبحش هم دوباره که رفتی کجا؟ فرانکفورت. کجا؟ انگلیس. آلمان. حالا آلمان تا همین وسط. میدونی چیه؟ تو میترسی پلیس بیاد اینجا دستت رو بشه که برای چی بدبخت رو زدی کشتی. تو اصلا معلوم هست چی داری میگی واسه خودت؟ آره حرفش خیلی درسته. اصلا تو اون بالا باش تنها بودی. تو چه بلایی سرش آوردی؟ میبینید آقا منصور داشت قتل اصلا میداخت گردن شما. حیف از اون شایان خیلی دوست داشت. حیف کشتیش. قاتلی تو قاتلی. بگی دیگه پلیس رو. شارژ نداره. کجا؟ میرم هوا بخورم. تو این کوفتی رو بزنش تو شارژ دیگه. شارژر ندادم دیگه.
سرده ها. میگم تو که جدی فکر نمی‌کنی که من شایانو کشته باشم که؟ من مطمئنم کار تو بوده. خیلی خوب. مگه نمیگی مطمئنی کار من بوده؟ و چرا نمیذاری زنگ بزنه به پلیس؟ ها؟ مطمئنی کار من بوده دیگه. میان یقه منو میگیرن دیگه. از تو هم یه سوال جواب ساده میکنن. بعدش جناب علی خداحافظ تهران. ما پامون اینجا گیره دیگه. نگران چی؟ میترسم با یه سوال و جواب ساده همه چی تموم نشه. آها. از این میترسی. با من رو راست باش. سر چی بحثتون شد؟ بالش گذاشتی رو سرش؟ خیلی دست و پا داره. ببین امشب تو این خونه یه نفر کشته شده. منم ولکن این قضیه نیستم. از نظر منم فقط اینجا یه آدم مشکوک وجود داره. اونم شخص توه. بابک آبی بیا. آقا جون تو باید به پلیس زنگ بزنی. بیاد اینجا تکلیف هممون روشن. خسته شدیم بابا. چقدر پلیس میکنی؟ نه خیر. میخوای اینجا کرکراش رو بکشیم پایین در قفل کنیم شیک بریم خونه‌مون بشینی؟ چرا که نه؟ مگه ما کاری میتونیم براش بکنیم؟ اصلا گور بابای سفرم ولی اینجا موندن ما باعث درسه بر خودمون میشه. عجب روی داره. تو که داری میری خارج. اونایی که گیرن ما دوتاییم. میفهمی؟ میخواست ما رو دکمون کنه. آره. ببین آقا منصور اگه فکر میکنین پلیس بیاد به همین راحتی میذاره شما برین کور خوندی. شما با هم مشکل داشتین دادگاه رفته بودین. اولی مظنون شمایین. حالا اگه میخوای زنگ بزنی بیا بگی بزن. نمیخواد بزنی. بده بزنم. نمیخواد. نه راست میگه. پلیس بیاد اول چپاق من و تو رو چاق میکنه. خب چیکار کنیم؟ میدونم گیر کردم. ما بیایم فکرامونو بزنیم رو هم دیگه. ببینیم چه خاکی باید بریزیم سرمون. من هرچی فکر میکنم میبینم که پای پلیس نباید اینجا باز بشه. مثل روز برام روشنی که توی بلی سر اون بچه آوردی. شک نداره. ولی الان برای هممون بد میشه. پای هممون گیره. باید یه کاری بکنیم. باید از شهر اون جنازه خلاص شیم. تمام. خب شما مردید. یه فکری بکنید. خانم ما مردیم آدم کشکه نیستیم که. بعدم پای هر ستامون به یه اندازه باید وسط این ماجرا باز بشه. بابا من که جرأتشو ندارم. منصور داشت نگاه میکرد چشاش باز بود. خفه شو بابی. زنگ میزنیم که به شرشو بکنه. حله؟ چی حله؟ من رو نمیدونم چی داری میگه منصور. این رفیقای مایدارم داشت چیرونه میکردی؟ چی کار میکنی پرویز؟ این خونه رو الان متری چند میخرن؟ من چه میدونم من بونگاییم. منصور تو همه چی عوضت برمید. ببین کشش نده پرویز. چی کار میکنی بالاخره؟ اول باش ببینمش. باید ببینم کشتنش یا خودش مرده. چه ربطی داره؟ نداره؟ منصور نداره؟ خب اگه نداره خودتون یه کارش بکنید. من کاری نمیکنم که توش خطر گیر افتادن باشه. به علت الان 100 بار گیر افتادید. خیلی خوب باشه. حالا برو ببینیمش. آقا داداش چشاش بازه داره نگات میکنه. تو با این دل و جرأت اینجا چیکار میکنی؟ این دیگه کیه؟ این دیگه کیه؟ ببخشید شما اگه کسی دیگه رو سراغ دارید زنگ بزنین
تشریف بیارن از شرکت تخصصی ببرن جنازه رو سربنیز کنن. چه رویی داری به خدا؟ ای بابا میشه تو هم تکرار نکنی که چه غلطی داری میکنی؟ کجا میبریدش آقا؟ بهشت زهرا، قطعه نامآوران. من از سوال خوشم نمیاد. یعنی چی؟ یعنی نمیبریدش؟ بردنش که میبریم، اما قدیم گفتم بیمایه چی؟ فطیره. خیلی خوب بابا، کسی نخواست مجانی این کارو بکنی. بگو شماره کارت تو. کارت به کارت میکنی؟ نمیشه. خب چه فرقی میکنه؟ مستقیم میره تو حسابتون دیگه. من مشکلی ندارم. زور کارتتون نمیریزه. چرا دریوری میگی پرویز؟ چرا میخوای؟ 1 میلیارد ملک. گوشش هم ثابته بشه من نیستم. ببین داداش، ما نه از این پولات حالا به کسی دادیم نه بعد از اینم میدیم. ما تحت 6 میلیون تومان میتونیم بدیم تمام. زکی 6 تومن رو بده وکیل بگیر، شاید کمکت کنه نری گله دار. من دم در منتظرم. تصمیمتون رو گرفتین خبرم کنین. یه خود اینجا باید نستا، ما این پولا نداریم بدیم. اری باشه، هر جور خودتون دوست دارین. رفیق خودتونه، پول خودتونه. هر کاری دوست دارین انجام بدین. من 1 میلیارد میگیرم، دهنم میبندم. 1 ساعت بیشترم وقت نداریم. بعد 1 ساعت مامورا عین مور ملق از در دیوار میریزن تو این خونه. عزت زیاد. نمیره. معلومه که نمیره. کجا بره بهتر از اینجا؟ از اول گفتم باید زنگ زدیم پلیس. چند بار گفتم که پلیس نه. یه فکر دیگه بکنی. چه فکر دیگه بکنی؟ اون مردی که علنگی که تو حیاته 1 میلیارد تومان پول نقد میخواد. هیچ رقمم راضی نمیشه. تو میگی یه فکر دیگه بکنی؟ من اینا رو هم بچلونید 10 میلیون ازم در نمیاد. پلیس بیاد من از پروازم جا میمونم. ای بابا خانم گور پدر تو پرواز تو فرانکفورت باهم کنن. زنگ بزن پلیس منصور. من پولو میدم. چرت نگو بابا. شهر میشه بری اونور ازت میپرسن پولات کو، یه چک پت بزنن عین خیار ما دوتا رو میفروشی. برید کار تمام کنید، من عجله دارم. من با پرویز صحبت کردم، قبول کرد. فقط تو بابک باید کمک کنی که این جنازه رو ببریم تو وانت پرویز. تو هم اگه میخوای بری فرودگاه زودتر جمع جور کن برو دیگه. پس شما چی؟ ما باید وایسیم اینجا مدارک از سر انگشتا رو پاک کنیم، اینجا رو مرتب کنیم دیگه. راستی اون گوشیت هم بده من. بجا چیکار؟ کارش دارم. هیچ رد و اثری از شایان نباید باشه تو این گوشی. بعدن هم خودتو بدبخت می‌کنی اما رو. ببین اگه میخوای به آژانسی تاکسی چیزی هم خبر بدی آدرس کوچه پایینیو میدی. اینجا ماشین ندیدیم قدم در. بجا. باش. میرم وسایلمو بردارم.
آقا جون میسوزونیش؟ گفتم که از سوال خوشم نمیاد. شما که فکر نمی کنی من کشته باشمش؟ من دوستش داشتم. آره حاجی شما دوستش داشتی. با اجازه. راستی دم شما گرم. ببخشید خانم شما مسافر کدوم پروازی؟ خانم میگم شما مسافر کدوم پروازی؟ حالتون خوبه؟ کجا باید برید الان؟ فرانکفورت؟ پاش الان بسته میشه گیت. از اون ور باید برید. اون ور گیت. هیچکی تو حال خودش نیست داره. اونها اسمش تنازه. خب گوش بدیم ببینیم مازیار چی میگه. 26 سالشه. یه بار ازدواج کرده. یه دختر 2 سال و نیمه داره. پارسال شوهرش به خاطر کرونا فوت شد. بعد از فوت شوهرش کلی ملک و املاک به خودش و بچهش ارث رسید. کلاً که آدم تنهاییه. خانواده خودش ایران نیستن.
با خانواده شوهرش هم بعد از فوتش دیگه ارتباطی برقرار نکردم. آدرس صفحه اینستاگرامش هم برات میفرستم. عاشق گلوگیا. بعضی وقتا هم که حوصله‌اش سر میره با دخترش میره جلو پارک خونه‌شون قدم میزنه. همونجا هم دور از همه میشینه. وقتای بیکاریش هم فوتبال ایران و خارجی نگاه میکنه. مثل خودم عاشق تیمای رئال مادرید و استقلاله. هم تیمی خودم. از دوران دبیرستانم دیوونه و فن فرهاد مجیدی بوده. مثل خودم. مثل خودتم که بگم ابی و چاوشی گوش میده. با همینا دیگه میتونی کارشو اوکی بکنی. اینم تمام اطلاعاتی بود که من میتونستم بهت بدم. خیلی خوب بس دیگه. بچه‌ها فقط خوب حواستون رو جمع کنید. این مورد خیلی حساسه. برو. من فکر می‌کردم خیلی دیر کردم ولی خوشبختانه شما هنوز داخل نرفتید. نه تو صف هستی.